The Walking Dead Destinies پارت دوم. اگر پارت اول رو دیده باشید در مورد اینکه گرافیک بازی یک مقدار که چه عرض کنم خیلی پایینه و اینکه حرکت کاراکترها از لحاظ رفتاری بسیار ضعیف کار شده صحبت کردیم. اما در مورد این هم صحبت کردیم که گیمرهایی که فن سریال واکینگ دد هستن از این بازی قطعاً لذت میبرن با چشم پوشی کردن نسبت به تمام نواقصی که این بازی داره. سازنده ها درسته که نتونستن گرافیک گیم پلی خیلی جذابی از این بازی در بیارن، اما تو القا کردن حس و حال روزهای اول سریال واکینگ دد به پلیر کاملا موفق بودن. بازم میگم فراموش نکنید که این بازی فقط توسط چند نفر، اونم تو کشور برزیل ساخته شده. همونطور که پارت اول رو دیدید بازی شروعش از روی تخت بیمارستان، یعنی همون جایی که دقیقاً ریک از کما خارج میشه آغاز میشه. با وجود اینکه بازی خیلی گرافیک خوبی نداره و حرکات کاراکترها هم خیلی قشنگ نیست، اما هممون دوست داریم واقعاً اون رو تجربه کنیم. متاسفانه بازی در زمینه ساخت سینماتیک ها هم خیلی حرفی برای گفتن نداره. Hey you, what's that bandage for? Did you get bit? Bit? No, I got shot. Shot? You even know what's going on? There are a few walkers on the street after the barricade. But let's get you some clothes before we deal with them. ولی خب این گرافیک پایین مزیت‌های خوبی هم داره. به طور مثال اگر کاربر پی سی هستید میتونید اون رو با تنظیمات حداقلی گرافیک خیلی راحت بازی کنید. البته اینم بگم گیمرهایی که این بازی رو بازی کردن گرافیک و نواقص بازی رو واقعا نادیده گرفتن و از فضا و حس و حال بازی واکینگ دد لذت کامل رو بردن. خب ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگر از ویدیو راضی بودید لطفاً صفحه رو فالو کنید.